همین گونه تلبیه را دوام دادن میگیرد، یعنی یگانه عملی که بسیارتر اجرا کردنش مشروع هست این لبیک را بعد اینکه نیت کرد تا دیدن طواف، تا دیدن کعبه لبیک را دوام دادن میگیرد. و لبیک واقعا بسیار عبادت بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اتانی جبریل فامرنی ان امر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیه. جبریل آمد به نزدم و مرا امر کرد که من صحابگانم را امر کنم که آوازهای خود را با تلبیه بلند بردارند. لیکن با یک آواز آهنگ کرده خواندن مشروع نیست. هر کی تلبیه گفتن گیرد با آوازی بلند، مضمونی که میگوید آن را حس کند. و عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم از بهترین حج پرسیده شدند. کدام نوع حج بهترین است؟ گفتند که العج و الثج. روایت ابن ماجه. عج یعنی آواز را با تلبیه بلند برداشتن است. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک گفتن میگیرد. همین گونه تا رسیدن به کعبه، تا دیدن کعبه تلبیه را گفتن میگیرد. و زنها چه خیلی که گفتیم با آوازی پست.